وضعیت چطور است پسر؟ راسکولن زنده میماند. تیر با مایناش آسیب نرسانده است. با تیر هیچ ضرورت نبود. او به این هم عقلش رو خورده است. این گپ را نگو آقای ذوالفقار. او با ما در کار است. شاید عقلش به سرش میآید. خب به سوی ما کدام ابله ها تیر خالی کردند پسر؟ شاید آقای ستار میگوید که کی باشند آنها. آقای ستار، مرا میپرسی؟ وضعیت کوچه را باز از کی پرسم؟ نمیدانی؟ نمیدانم بگو. نمیدانم. بدانم هم گفته نمیتوانم. اگر شکمت درد دارد همان را بگو. خودت را به نادانی نزن. تو را من خوش ندارم. این را میدانی. تو را این پسر دوست میدارد. برای چیزی اویل از ما را پرورده است؟ آقای ستار، تو برای چی با این آهنگ گپ میزنی؟ ما کو شریک هستیم. او شریکه که شما میگویید تنها در سخن است پسر. اوردیناروس را گفتید. او آدم آمد و با دشمن شما کار کرد. تو گفتی زهر که ساختی در استانبول نفروش، ولی او میفروشد. تو مرا گرفته آوردی گفتی که امنیتت تامین میکنم، لیکن من در تگی باران تیر متارچه ها ماندم. آدم ها چه خیل جای ما را یافتند، چطور آسان باز از ما رها یافتند. بس از کفیدیم. من هم همین را گفتنی بودم. من هم کفیدم پسر. این خیل کارهای سرم و دلم سری مرا ویران میکند. از این به بعد اگر من کاری را میکنم با سر و اندیشه بزرگ کار بزرگی را میکنم. آقای ستار، حالا تو بیشین تا حساب کتاب را از سری نو بکنیم. من از تو قرض کهنه دارم. این برای برگشتن من وسیله شد. از تو سپاسگزارم پسر. اما غیر آن من به تو حساب دیگر هیچ ندارم. خوش بمانید. بیمان رود پسر. من این رو برای آن نآوردم که بلای جانمان گردد آقای ذوالفقار. من این رو برای آن آوردم که کوچه ها رو سرشته کنم. من به تو از خود اول گفته بودم که با این آدم کار کردن نمی شود. یعنی کارمان را خودمان باید بکنیم. جناب، سهر بر وقت میبراییم. خواهید کمی دم گیرید.
سلاحت را پرتاب. خرسند شدم که خوب بوده ای پولاد. خود را تماما خوب حس نمی کنم. مرا به یک گوشه فشار آوردند. واقعا من با سایه ها جنگیدم. من این بیگاه مجبور بودم که از سایه خود بگریزم. من میدانم که تو از آن ناراحتی که پلیس های ما در تعقیب تو شرکت ورزیدند، اما بدان که آنها پلیس های اولک بودند. میدانم برخیشان برعکس به گریختن من مساعدت کردند. برای به زبان گرفتن این کلمه دشواری میکشم. لطفا غم نخور، تو کار درست کردی. ما آماده نبودیم، تو برای ما وقت مهیا کردی. ناراحتی من اصلا برای آن است که به پیرامونیان من و کشور من ضرر نرسد. اگر داشته نمی شدم همه گناهانی که همکنون بر من بربستند پره به کشور من متعلق می شمردند. اینک برای همین بسیار عملیاتی کاگیتی باید میکرد موقوف گذاشتیم، چون که اگر معلوم میشد که برای آنها تو فرمان داده ای، وضعیت واقعا مشکل میگشت. خب در حاضر وضعیت رفیقان چطور است؟ همه‌شان را با کاگیتی دعوت کردند. همه ارتباطشان را با دولت قطع نمودند. از این بعد دیگر همراهی تو نمیشوند. فهمیدم خواجه. شاهزاده هنری غیب زده است. جولی، تو میدانی چی ها میگویی؟ به جای زیستی او هجوم کردند. تخمین میکنم که او را دزدیده باشند. این کاری کی باشد؟ همه را کشتند. نوارها را تازه کردند. اگر او را فورا نیابیم درد سرمان زیاد می شود. همه جا را جستجو داریم جناب. جاهید، او نباید این کارو کرده باشد. از بیگاه بازو در امنیت است. فورا یک کس را فرست تفتیش کند. در خصوص جاهید بیاناتم را دادم. گفتم که من از او شکایت ندارم. خب دیگرش را پروا نکن، ما با آن مشغول میشویم. گوش میکنم. فهمیدم جناب، فوراً میبینم. یک لحظه. مرحمت.
خیر کجا شد؟ حالا هم از بیمارخانه نآمده است؟ آمد. گفتی از شما شکایت ندارد. شما آزادید اکنون. مبارک بود. سلامت باش. تو را برای بردن آمدم. من یک کاری ضروری دارم. من گمان نمیکنم که از کاری ما هم ضرورتر باشد. شما را الگیس انتظار است. بیا. چی شد؟ معاین کردند. جاهید تمام شب در امنیت بوده است. از بس که کسی از او شکایت نکرده است اندک پیش او را آزاد کردند. تو برای من جاهید را یافته بیار. اگر این کاری دستی او هم نباشد برای یافتن با ما مساعدت میکند. خوب شد است جناب.